Assalomu alaykum birodarlar aziz, bozam idi shuma muborak. Hamma birodar dehai samtuda hamma namoz o'qiydi. Namozi Eid. Eid mohi sharif Ramazon. دوستان عزیز در دهه سنتودا برای اید از کودکی در خاطرم است که فقط تخم جنگ تخم را اول به دندان میسنجن که تخم زور همون را جدا میکنن و اینا تخم جنگک اوه بوی دودی چه خیلی چی دور دودی اکا نه با کنک سرک میزنن و کنک دو نمود تخم جنگ است سرک کنک برگ است سه نمودن بسپر با ابراد تخم اینا یک سیت که تخم علاقه اویسته گوده کرونا جاکین آنا دوستان عزیز تخم جنگ حالی راه میگیریم در اینجا دو جای تخم جنگ است در گذر اورو شیطان تپه میگن در شیطان تپه همه بچه ها جمع میشوند و فقط تخم جنگ در اینجا دهنی مگزین فقط تخم جنگ سربلند باشین میرویم با تخم جنگ دوستان عزیز اینا تخم میخیل میسنجینم قدمش دور ببروه میتونه که سرک کنک برک خوب یا چخیل تخم جنگ میکنیم اینا بیا تو خوب اول بیا خوب بسپر تخمه اینا تخمه بردیم تو سیدکه جمع کردم اینو بسنجی چخیله این تخمه بسنجی چخیله ای بفکرم حلاله هی بسپر تخمه یا تخمه بی هی تخمه سرکنه نه تخمه سرکنه خب بیا بینم قدمی زنی بیا بسپر تخمه اینا سه تا اینا برادرها این تخمه اومد داره اینا سیم تخمه داشتن ایش چهارم شو بزن بیا انا میره بزنم بیا شرفی بچه سرکنه باشه بچه بوی داده می تخمه بوی داده خیلی سلامت باشه خیلی تخ جنگه بچه اورا تو بگم فقط اورا دهه سنتودا همه تون این دعوت میکنیم مرحمت بیاین سلامت باشین تخمه بریدی خودت ای خونه یا کی دادن درست چه بگو تمام اگه گاب نیست کو این خونه دا اگر برنج خیلی دینا میگی چه خیلی دینا میگی کو دا خونه اگر بدروی چی میگی اینا تون برو که چه خیلی میگی یا کیو نمیگین شما یا نمیدونید اینا مرا دعوت ماستر خیلی میگفتین ایدین اوتون مبارک ما اومدیم عینورک ماشین مون در بهارک یا تخمه که هوارک میزنید ترق پرق هم خیلی بود ببین این خونه اکه عبدالله میریم اگه اونجا دیگه همونجا میریم خونه میریم ما خونه میریم بچه اکات خیلی بریم تایا خانه کی دا؟ کوی شهر چیده بیدن از دیده آبو میبره دهه سنگتودا در این طرف مکتب ده هم خورد است من هم چون جهان دارم عزیز گفتی استاد ذکری الله حکیم البته دهه سنتودا ده هست و میگیم از یک نوحیه ها یک شهرها کلان هست دوستان عزیز بازم اید مبارک شده ایستاده است اینما با همراهی همسینفون و همه همسینفو این گردک خونه همسینفو فقط خونه همسینفو ده یا بسم الله این شوریک با ماشینش سایه میبرم اینجا خونه همسینف دیگه ما شکری الله ایدین اوتار مبارک ما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوكني دوكني دوكني. هذه كان صواب السنة الآية خلنا الكلام كمان هي ربنا بلزق بها سبحانه وتعالى. الله أكبر. سالی دیگه بازی. حالا شامده بازی. شامده. آمدیم بچه‌ها جزاک الله خیرا کثیر و درک صاحبان خیر. بازم عید ماه شریف رمضان مبارک باشه. الله اکبر. اعوذ بکش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أتيناك الكوثر فسل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهی آمین. الهی آمین. بخشیدم این آیت کلامی ربانی را برای زاگی حق سبحانه جل جلاله و روی پروتوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پاک پروردگارا گذشتگان ما نجاشون را جنت کنی، زندگان ما عمر دراز به توفیق عطا کنی. و حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و جمیع المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات و رافع الدرجات و منزل البرکات و یا قاضی الحاجات. ربنا آتنا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. خوش آمدید بچه‌ها. خوش آمدید.